یوتیوب فارسی که به فنا رفت، یوتیوب درآمد ایرانی‌ها رو صفر کرده. یوتیوبرها هم که دارن یکی یکی از یوتیوب خداحافظی میکنن. میخوایم توی این ویدیو ببینیم بجز اسنپ و تفسیر راهکار این مسئله چیه، راه حل نجات چیه. شاید براتون سوال باشه که چرا ما هنوز نرفتیم، چون ما حقیقتش هنوز از یوتیوب به درآمد نرسیدیم که بخوایم بریم. خب شوخی دیگه بسه، حالا بریم راه حل رو ببینیم چیکار باید بکنیم. میخوام توی این ویدیو یه بار این واقعیت رو شفاف و خیلی کاملتر ببینیم. من خودم کارم طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگه و میخوام یه بار عمیق‌تر از نظر علم بازاریابی تا اون حدی که دانش و تجربه‌ام اجازه میده این موضوع رو بررسی کنیم. خب لازم به عنوان مقدمه اول یه موضوع رو بررسی کنیم. ما توی بازاریابی دیجیتال یه بحثی داریم به نام تریبون یا کانال. به کانال ها یا تونل ها یا هر روشی که مشتریان رو به سمت مرکز کسب و کار ما میبره که معمولا توی فضای دیجیتال اون مرکز یک سایته، بهش میگیم تریبون. حالا این تریبون ها میتونه اینستاگرام، تلگرام، ایتا، روبیکا، یوتیوب، آپارات، هر چی میتونه باشه. فقط مهم اینه که یک سری مخاطب اونجان، ما با بازاریابی، تولید محتوا و از این دست موارد اونها رو با خدمات و محصولات خودمون آشنا میکنیم. بذارید به صورت کلی به این بگیم تریبون. یوتیوب هم یه تریبونه، منتها با سبکی که معمولاً ویدیوهای لانگ، ویدیوهای 10-15 دقیقه‌ای به بالا روی یوتیوب منتشر میشه و تفاوتی هم که یوتیوب با سایر شبکه‌های اجتماعی یا خیلی از شبکه‌های اجتماعی دیگه داره اینه که یوتیوب خودش مستقیما سرویس تبلیغات داره و تبلیغات رو روی ویدیوها نشون میده و به ازاش به کانال‌ها درآمد میده، پول پرداخت میکنه. بخشی از اون درآمدی که از شرکت‌ها و مجموعه‌ها رو میگیره رو به اون کانال پرداخت میکنه. خب پس فهمیدیم که چجوری ما معمولا روی یوتیوب درآمد کسب میکنیم و چرا درآمد داریم. حالا نکته مهمش اینجاست، چرا به ما ایرانی‌ها درآمد میده؟ مگه ما اصلا یوتیوب برامون فیلتر نیست؟ مسئله اینه که ما معمولا برای اینکه از یوتیوب استفاده کنیم باید از VPN، فیلتر شکن و از این دست نرم افزارهای تغییر IP استفاده کنیم. معمولا بعد از تغییر IP و استفاده از فیلتر شکن ها، IP هایی که برای گوشی ما استفاده میشه و باهاش میتونیم تلگرام، یوتیوب و هر چیزی که تحریم یا فیلتر رو باز کنیم معمولا توی اروپا است. VPN ها معمولا مقاصدشون اونجاست، سروراشون اونجاست و در نتیجه یوتیوب هم فکر میکرد که این کاربران اروپایی ان، آمریکایی ان و در نتیجه تبلیغات شرکت های اونجا رو نشون میداد. و از اونجایی که میدونیم توی اروپا و آمریکا رقابت برای کسب و کارها و برندها توی تبلیغات بالاست و تبلیغات توی یوتیوب به صورت مزایده‌ای انجام میشه، درآمدهای یوتیوب معمولا به صورت دلاری و بالاست و در نتیجه درآمد و سهمی که به کانال ها میرسه به همین شکله. برای همین بود که یوتیوبر شدن توی ایران یکی از روش‌های کسب درآمد خیلی خوب و مناسب بود. حالا نه تنها ایران بلکه هر جای دنیا. اما اوضاع زمانی عوض شد که یوتیوب رفته رفته سختگیرتر شد و این فیلتر شکن ها، این IP های ساخته شده رو تشخیص داد که عده‌ای از این کاربران ایرانی هستند، از ایران دارن ویدیوها رو میبینن و در نتیجه تبلیغاتی دیگه براشون نمایش داده نشد. وقتی هم که تبلیغات نشون داده نشه درآمدی هم وجود نداره. از 3-4 سال پیش حدوداً از 20% شروع کرد، یعنی کانال های فارسی معمولاً میدیدن که یوتیوب 20% از کاربران رو ایرانی تشخیص میده. الان چیزی حدود 70 یا 80% از بازدیدها رو از ایران تشخیص میده. بنابراین درآمد کانال های یوتیوب فارسی به کمتر از نصف رسیده. حالا همه اینا رو گفتیم که ببینیم چه اتفاقی افتاده و پشت پرده این ماجرا چیه. حالا میخوایم بریم جایگزین ها رو ببینیم اصلا چی کار باید بکنیم ما الان به عنوان یک یوتیوبر یا کسی که میخواسته یوتیوبر بشه یا قصد داشته از یوتیوب برای بازاریابی، برای کسب کارش استفاده کنه. بذارید از اینجا شروع کنیم که اصلا سبک درآمد کانال ها از چیه. معمولا ما اصلا کانال یوتیوب میزنیم پربازدید بشه، چیکار میخوایم انجام بدیم تا به درآمد برسیم؟ 3 روش وجود داره. یا از روش اسپانسرینگ و تبلیغات دیگرانه که حالا یا خود یوتیوب برامون نشون میده و در ازاش به ما سهمی میده یا خودمون مستقیم اسپانسر گرفتیم. حالت دوم بازاریابی برای خدمات. ما یه سرویسی داریم، شرکتی داریم، یه سرویسی ارائه میدیم، سرویس هاست، سرویس طراحی سایت، سرویس
هر چیزی خدمتی که ارائه میدیم رو میتونیم داخل یوتیوب با تولید محتوا براش بازاریابی کنیم. و حالت سوم بازاریابی آموزشه. ما محصولاتی آموزشی داریم، پکیج هایی، وبینار هایی، دوره هایی آموزشی داریم که یک چیزی رو آموزش میدیم به صورت تخصصی یا هر مدلی چیزی رو آموزش میدیم و سعی میکنیم داخل یوتیوب براش بازاریابی انجام بدیم. این سه تا سبک رو اول باید ببینیم، چون این مسیرهایی که جایگزین قراره بشن میتونن متفاوت باشن. اول از اسپانسرینگ و تبلیغات دیگران شروع میکنیم. کانال هایی که معمولاً عمده مخاطبینشون مخاطبینی هستند که دنبال سرگرمی هستند. کانال های گیمینگ، کانال های آنباکسینگ، کانال های تولید محتوای طنز، کانال های نقد و بررسی فیلم و سریال و از این دست کانال هایی که خودشون معمولاً محصولی برای ارائه ندارن، خدمتی برای ارائه ندارن و تبلیغات دیگران رو نشون میدن و در ازاش درآمد کسب میکنن. جایگزینی که احتمالاً خیلی سریع به ذهن همون برسه آپاراته. آپارات یه سرویس ایرانیه، مشکلی بابت تحریم و نقد کردن درآمد و اینا هم نداریم، اما آپارات درآمدی شاید به اون حدی نباشه که بصرفه به جای یوتیوب قرارش بدیم و توی آپارات تولید محتوا کنیم اگر قصدمون تولید محتواهای از دسته اینترتینمنت یا سرگرمیه. روش بعدی استریم کردنه. استریم یعنی اینکه شما به صورت زنده روی یک شبکه‌ای یک چیزی رو اجرا کنید. حالا میتونه نمایش باشه، میتونه بازی باشه یا هر کدوم از این موارد. معمولا هنگام استریم درخواست دونیت انجام میشه و کاربرانی که اون ویدیوها رو میبینن معمولا از طریق حمایت مالی و پرداخت پولی که معمولا به اصطلاح بهش دونیت گفته میشه درآمد. حقیقتش اینه که اگه برید سمت استریم مخاطب زیادی لازم دارید و معمولا استریم فارسی به همین سادگی ها نیست. باید از قبل شناخته شده باشید، حاضر باشید که وارد رقابت بالا بشید، خصوصا اگه حیطه کاریتون انجام بازیه. برای کسایی که از قبل روی یوتیوب کار میکنن و بازی دارن میتونه گزینه مناسبی. شبکه‌هایی مثل یوتیوب لایو، تویچ، کوفی و از این دست شبکه‌ها میتونن گزینه‌های خوبی باشه. حالت دیگه ای که میتونید از این روش استفاده کنید که من پیشنهادم اینه، تبلیغات قرارداد محوره. یعنی شما با وارد کننده، تولید کننده، بازرگانی قراردادهایی میبندید برای تبلیغ بلند مدت یک سری از محصولات یا صرفاً یک محصول خاصی. به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توی ویدیوهاتون با تبلیغ و بازاریابی برای اون برند یا اون محصول میتونید همچنان از یوتیوب درآمد داشته باشید. و چون عادت استفاده از یوتیوب بین کاربران ایرانی داره رفته بیشتر و بیشتر میشه، من پیشنهاد میکنم به این راحتی ها قید یوتیوب رو نزنید. و روش بعدی کسب درآمد برای کانال های دسته اینترتینمنت استفاده از روشی به نام افیلیت مارکتینگ یا همکاری در فروش. سایت هایی مثل دیجیکالا، دیما افیلیت و سایت های مشابه اینها هستن که به یه جورایی واسط عمل میکنن و در ازای خرید کاربران به شما درصدی میدن. افیلیت مارکتینگ یعنی شما محصولی رو تبلیغ میکنید و در ازای اینکه اون کاربر کاری رو انجام میده، مثلا محصولی رو میخره، روی لینکی کلیک میکنه، جایی ثبت نام میکنه، درصدی یا مبلغی به شما پول پرداخت میشه. نیاز به این نیست که خودتون هم سیستمی طراحی کنید، میتونید از همین سایتایی مثل دیما افیلیت پیشنهاد میکنم که این روش رو حتما بررسی کنید و اگه به کارتون میاد انجامش بدید. خب بریم سراغ دسته دوم. حالا که بحث حمایت شد، لطفاً چند ثانیه وقت بذارید کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای کسی که میدونید به دردش میخوره ارسال کنید. ممنونم. بریم ادامه ویدیو. اگر شما از یوتیوب و تولید محتوا توی اون برای تبلیغات و بازاریابی برای خدماتتون استفاده میکنین، کلا استفاده از یک شبکه خیلی ریسکیه، چه پیج اینستاگرام باشه چه کانال تلگرام باشه. و توصیه میکنم حتما اگه دنبال بازاریابی برای خدمات یا محصولات فیزیکی، فروشگاهی یا از این دست موارد هستین، حتما چند جا فعال باشید. اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام رو همزمان داشته باشین یا به قولی تمام تخم مرغ هاتون رو داخل یک سبد نذارین. و فکر نمی کنم خیلی لازم باشه که بخواین یوتیوب رو با چیزی جایگزین کنید، چون یوتیوب مخاطب فارسی زبان زیادی داره و وقتی شما تریبونی دارید که میتونید یک ویدیو منتشر کنید 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت،
در مورد محصولی چیزی صحبت کنید، اون رو آنباکس کنید و هزاران نفر اون رو میبینن، فکر نکنم کار منطقی باشه که کلا بخواید این رو با چیز دیگه ای عوض کنید. اما نکته مهمش اینجاست که بهتون بگم بازم سعی کنید چند شبکه حداقل داشته باشید و به نظرم فعلا لازم نیست روی یوتیوب دست به گیرنده هاتون بزنید. اما خوشحال میشم نظرات و ایده هاتون، پیشنهاداتتون رو داخل کامنت ها بنویسید، اونها رو با دقت میخونم و اگه لازم باشه مجدد ویدیویی هم ضبط میکنم در این مورد. خب بریم سراغ دسته سوم، دسته‌ای که از یوتیوب برای بازاریابی آموزش استفاده میکنن، محصولات و پکیج های آموزشی دارن. عمده افرادی که مخاطب این گروه میشن افرادی هستند که داخل یوتیوب میان برای یادگیری، دنبال حل کردن یک مشکلی هستند، دنبال یاد گرفتن ایده جدیدی هستند و چون ویدیو دیدن روی یوتیوب رایگانه و همچنین یوتیوب فارسی در حیطه آموزش حالا در دسته‌های مختلف هنوز اونقدر قوی نیست و خیلی جای کار داره، من پیشنهاد میکنم شما هم در یوتیوب ادامه بدین. اما چند مورد، اگر قصد داشتید که روی یوتیوب فعالیت کنید تا درآمد دلاری استفاده کنید، اون قسمت مانیتایز، و ممکنه به هر دلیلی، حالا کسی از آینده خبر نداره، ممکنه حتی درآمد به صفر برسه یا ممکنه اصلا این مشکل حل بشه، یوتیوب یه خورده فشار رو کمتر کنه. حالا فرض میگیریم که اصلا قرار صفر بشه. به نظرم برای جایگزین کردن همچین موردیش، وقتی شما قرار آموزش چیزی بدین، حتما یک سایت داشته باشین، سایت آموزشی قدر و آماده‌ای که پتانسیل این رو داشته باشه، بتونید روش امکانات مختلف رو ارائه بدید. مثلا بتونید فرم رزرو مشاوره داشته باشید، بتونید محصولاتتون رو بفروشید، حالت اشتراک داشته باشید. منظورم از حالت اشتراکی اینه که شما به جای اینکه بیان روی یوتیوب کلی ویدیو بذارین و یوتیوب تبلیغات نشون بده و از این تبلیغات درصدی به شما بده، شما مخاطبینی که روی یوتیوب جذب کردین، روی اینستاگرام جذب کردین رو ازشون بخواین داخل سایتتون ثبت نام کنن و به ازای مبلغ ماهانه یا سالانه خیلی کمی، مثلا حتی ماهانه 50,000 تومان، حالا این کلا یه مثال ها، اصلا من نمیدونم حیطه‌ای که شما در این ویدیو میبینید چیه، چقدر ارزشمنده، چقدر باید این قیمت رو مشخص کنین، اونش دیگه با خودتون. اما یه مبلغی رو مشخص کنید برای اشتراک ماهانه. پس شما هم باید کارتون رو حرفه‌ای تر پیش ببرین، امکانات بیشتری به کسب و کارتون اضافه کنین و بهتون قول میدم اگه کارتون ارزشمند و حرفه‌ای باشه، برای مخاطبینتون ارزش قائل شده باشین، اونها هم جواب این ارزش رو خواهند داد. در کل این ویدیو رو ضبط کردم تا یه تحلیل خلاصه و مختصری از شرایط فعلی یوتیوب داشته باشیم و اینو هم بگم که اینها خلاصه و زاویه دیدهای جدیدی بودن، نه اینکه راه حل قطعی و تضمینی که استفاده کنید. پیشنهاد میکنم یه بار در موردش فکر کنید، تحقیق کنید و سریع و با عجله تصمیمی نگیرید. امیدوارم که همه ما روزهای بهتری تجربه کنیم. سوالها و نکاتتون رو داخل کامنت این ویدیو میخونم. موفق و پیروز باشید.